امروز میخوام آموزشی رو بدم که از این طریق شما میتونید یک فیلم کوتاه، یک ویدیو کلیپ و یا یک فایل تصویری رو روی وب سرور و از طریق رازبری پای نمایش بدید. برای این کار ابتدا از طریق دستور SSH وارد روت رازبری پایمون میشیم. برای انجام تغییراتی که الان نیاز داریم ما باید به مسیر www بریم که زمانی که شما سیستم عامل رازبیان رو روی SD کارتتون مانت میکنید این پوش ایجاد خواهد شد. و چرا از اسلش استفاده میکنیم؟ دلیلش این هست که این پوش www در روت اصلی یا ریشه رازبیان قرار گرفته. وارد این پوشه میشیم و ls میگیریم. ls پوشه‌ای به اسم pages رو اینجا مشاهده میکنیم که باید داخل اون بریم و باز ls که بگیریم فایلی رو تحت عنوان index.html میبینیم. قبل از اینکه ما شروع به برنامه نویسی بکنیم فایلی تحت عنوان trailer.mp4 رو از آدرس زیر و از این آدرس و تحت دستور wget دریافت میکنیم، دانلود میکنیم. بله، فایلمون که 3.7 مگابایت، نه فایلمون حجمش 4.1 مگابایت بود. بله، با این سرعت دانلود شد و الان ما اگر ls بگیریم فایل تریلرمون رو میتونیم مشاهده کنیم. حالا ما میتونیم از طریق یک ادیتوری مثل نانو وارد فایل ایندکسمون بشیم. من اینجا یک برنامه خیلی ساده HTML نوشتم که یک متنی رو به اسم It Works Better نمایش خواهد داد و یک ویدیو کلیپی با این طول و عرض و با این نام رو ما میخوایم که توی این صفحه HTML مون نمایش بدیم. پس از نوشتن این کد با فشار دادن کلیدهای ترکیبی کنترل X و اگر تغییراتی اعمال شده باشه Y یا N برای yes یا no رو میزنیم و بعد کلید اینتر رو فشار میدیم، از اون فایل ایندکس میاد بیرون. الان کد HTML ما آماده است. کاری که الان ما باید بکنیم این هست که توی یک نرم افزار مثل حالا اینترنت اکسپلورر یا گوگل کروم یا فایرفاکس ما IP فعلی رازبری پایمون رو وارد کرده و اینتر میکنیم. در این صورت میتونیم اون فایل trailer.mp4 به علاوه این متن رو مشاهده کنیم.